اما وقتی شخص زیارت رفت قبرستون ای همین شومی شب جمعه سر میشود روز پنجشنبه به جمعه همین شام وقت شما میشود تا دمیدن صبح صادق سحر شنبه را یعنی که دو شب یک روز آزادن ارواح بیشترش در محوطه قبرن میگه وقتی که میروه همون مرده ها میشناسنشی فرزند فلانی میگن پدر از زیارت اومده است برای سعی کردن در خود در یک هفته یک بار امکانش باشن از بگه نمیتونی روز برای روز جمعه ای همین دمیدن شامی روزی پنجشنبه که جمعه میدرویه ای جمعه دو شب یک روز ای تو دمیدن صبح صادق سحر شنبه را شب پنجشنبه به جمعه روزی جمعه شب جمعه به شنبه این همین مدت اگر این شلو رفتی من آگاه میشوم